سنگین ترین مشت های تاریخ و بهترین سنگین وزن تاریخ آقای ناکوت جهان راکی، اما راکی واقعی کس دیگه ای هست، راکی مارسیانو، کسی که برعکس همه بوکسورها که از نوجوانی شروع میکنن و در سن 25 سالگی دوران اوجشون تموم میشه، تازه از 25 سالگی شروع کرد. مشت‌های راکی مارسیانو به قدر قوی بود که با 84 کیلو وزن با سنگین وزن‌های 100 کیلو به بالا و 110 کیلو مبارزه میکرد، ولی هرگز شکست نخورد. در 49 مسابقه 46 بار حریفای خودش رو ناکوت کرد و 6 مسابقه رو با امتیاز برد. به عقیده منتقدین اون سنگین ترین مشت‌های تاریخ رو داشت و تا 4 برابر مشت‌های بقیه قدرت داشت. با هر کسی که مبارزه میکرد حریفش بعد از باخت یا مصدوم میشد یا کلاً بوکس رو کنار میذاشت. حتی یک مسابقه مجازی بین محمد علی کلی و مارسیانو برگزار میشه که کامپیوترها مارسیانو رو برنده اعلام میکنن. در نهایت بوکسور شکست ناپذیر تاریخ تسلیم مرگ میشه و در یک تصادف هواپیمایی جان خودش رو از دست میده.